شاید واردن یه ماب نیست. یه تئوری هست که میگه داخل انشن سیتی‌ها اگه دقت کنید همیشه یه پورتالی هست و همیشه برای ماینکرافت پلیرها سوال بوده که اون پورتال چیه و چرا نمیتونیم روشنش کنیم و به درد چی میخوره. اگه دقت کنید تمام مابای ماینکرافت بعد مردن چیزی دراپ میکنن، اما واردن بعد مردن چیز خاصی دراپ نمیکنه و بلاکی رو دراپ میکنه که داخل همون انشن سیتی هست و پره. اما چرا؟ اینجاست که تئوری میگه مردم زمان باستان اینجا زندگی میکردن زیر این غارا وقتی که هنوز واردنی وجود نداشت، اما بعضیاشون میخواستن به منابع بیشتری برسن، اما داخل ساخت پورتال مشکلی به وجود اومد. به یه دنیای کاملا روحی، ترسناک و بیرحم دست پیدا کردن. وقتی که پورتال روشن شد تمام اسکارکا داشتن کل دنیا رو فرا میگرفتن و کل خونه هاشون داشت خراب میشد. اونا سریع تونستن پورتال رو خاموش کنن ولی کل خونه هاشون از بین رفت و خودشون هم مردن. و این نکته تئوری خیلی ترسناکه که میگه شاید واردن یه ماب معمولی نیست، یه مابیه که داره از یه چیز خیلی ترسناکتر محافظت میکنه. حالا نظر تو چیه؟ واردن یه ماب معمولیه یا نه؟